قبل از شروع فصل من خیلی تمرین میکردم. تقریبا بیشتر وقتم رو توی سالن وزنه میگذروندم و تمرین میکردم. اما نمیدونم چرا با شروع فصل جدید خیلی احساس خستگی و کندی دارم. به نظرتون دلیلش چیه؟ خستگی، کندی و یا سنگینی در طول مسابقه دلایل مختلفی داره. یکی از اون دلایل اینه که فوتبالیستا به محض اینکه فصل تموم میشه بدون استراحت و ریکاوری ذهنی و بدنی به سراغ تمرینات وزنه میرن و همون اول با تمرینات سنگین کار خودشون رو شروع میکنن که این کاملا غلطه. یکی دیگه از دلایل مهم که میتونه تو این روند تاثیر داشته باشه اینه که فوتبالیستا بدون نظارت مربی به سالن وزنه میرن و فقط وزنه میزنن، در حالی که بدن به تمرینات دیگه هم نیاز داره. بدن فوتبالیستا همونطور که به تمرینات کار با وزنه احتیاج داره، به تمرینات مهم دیگه مثل تمرینات پلایومتریک یا هوازی هم نیاز داره.